سلام دوستان عزیزم، من رضا دهقان حقوقدان خوشحالم که مجدد در خدمتتونم. در خصوص طلاق از من سوال کرده بودن و خانومی هیچ دلیلی متاسفانه یا خوشبختانه برای بحث طلاقش نداشت که یکی از راههایی که ما جدیداً پیش گرفتیم و دادخواستش رو تحریر میکنیم بحث جلب مهریه هست. اگر شما جلب مهریه رو دارید و قصد طلاق دارید، این میتونیم از بعد قوانین، حالا جاری کردن امور خاص در قوانین، بیایم و دادخواستی رو تحریر بکنیم که انشالله شما بتونید طلاقی رو که مد نظر دارید از دادگاه بگیرید و اون حکم به عدم سازش شما صادر بشه. اما این رو در بر داره که حتما حکم جلبی که صادر میشه باید در موعد باشه، مهلت باشه، یا اینکه شما تشریف ببرید و تمدیدش بکنید که اگر با بررسی سایر قرائن و بررسی سایر دلایلی که شما دارید اگر که 10% راه داشته باشه، بعد به شما میگیم اقدام کنید و برمیگرده به تصمیم نهایی خودتون. ما هیچ کسی رو اجبار به طلاق نمی کنیم و حتی من هم می کنیم، اما اشخاصی هستند که به درجه آخر رسیدن و ما نمیتونیم جای اونها تصمیم بگیریم و گاهن به ما مراجعه میکنن برای حالا مشاوره یا عرض به خدمت شما تحریر دادخواست و حالا سایر همراهی هایی که ما در دعوای طلاق اشخاص رو میکنیم. سوالی داشتید از من بپرسید. یا علی، خدا نگهدار.